امروز با دقت باشید. موضوع امروز را اگر شما بفهمید شما با بسیار چیزهای مثلا مشکلی هایی که در شما رخ میزنه مثلا حل کردنشان برای شما آسان میشه. تمام دنیا ای برنامه عبارت است. برنامه یا که با زبان چی بگیم برنامه ریزی. با زبان روسی چی میشه؟ باز کو روسی دان программирование, программирование. همه دنیا برنامه ریزیه. همین سنگ همون شکلی که دارد شکل برنامه شد. اگر همون برنامهش نباشه خاک می شود. همون برنامهش می قپش. آسمان چی دارد؟ برنامه خودش دارد. گردش ماهتاب برنامه خودش دارد. گردش آفتاب برنامه خودش دارد. یک رستنی که دو برگ سبز میکند برنامه خودش دارد. معنیش چیست؟ در درون وی خداوند برنامه ریزی کرده است که همون شکل میگیره. شما فهمیدید؟ مثلا مثال عادی میگیریم یکی از نامهای خداوند مصوره، بهترین تصویر کننده. مصور اونا که تصور کنید بینید در یک تخم مرد و در یک تخم زن برنامه ریزی میکند آدم. یک تخم مرد و یک تخم زن یک جایی که شدن برنامه نو میشود آدم نو. نگاه کنید در درون همین میریزه. اون قدر خورده که در درون همین میریزه برنامه را میریزه. برای درست‌تر فهمیدن بگیریم یک تا همینه چی میگن؟ مویز. مویز چند دانه داره؟ چند دانه داره مویزی توت؟ چند تا داره؟ چیل میگن؟ تاجیکا چی میگن؟ چیل میگن. چیل تا دانه چای معده داره. یکون بر درخت توت دیدگی کلون میشه. چقدر کلون میشه. در همین دانه چای معده صورت همون توت میکشه. شما فهمیدید برنامه را فهمیدید چیه؟ این خداوند در درون یک دانه‌چه معده همون توت یک صورت توتی که اینقدر کلون 500 سال عمر میبینه همون رو میکشه. زوری را دیدید نه؟ ولی آدم اون طرف راه نگاه کنید. اینها برنامه ریزی کرده نیست. یگان چیز به برنامه نیست. حاضر علم چی را یافته است؟ علم حاضر زمان برنامه که خاطره آهن یافته است. مثلا همین قاشقه معده میکنن پچکش میکنن موجش میزنن موجی در کاری قاشق جوش میگیره مثل پیشینش میشه. خاطره آهن اوج یافتگی. قاشق میسازن برنامه‌ش موج در خاطر قاشق میمونن. همین قاشق معده میکنن با همون موجی که زدن قاشق چیکار میکنن؟ جوش میگیرن.
چی خیلی بود جوش میگیرد. آهن ای نباشد کن. حاضر باز نزدیکتر بیایم که شما در شوقمندتر شود. نه یعنی که بدونه تمامی عالم برنامه ریزی شده است. در قرآن برنامه را خداوند روح میگن میپرسن پیغمبر خدا را که یهودا که بگو که روح چیست؟ چون که اینا میدونستن ای تورات کتاب خودشون میدونستن. بعد میگه که روح بگو روح جزو از فرمان منه. شما اندک درباره او دانش دارید. یه بار دیگه تکرار میکنم کوشش کنید که همه چیزا بفهمید. شما حاضر بعد روح همه فهمید. شما باز بگو روح شناس کیست؟ کیه روح شناس؟ من پسیخولوگ چی؟ شما نمید روح شناس کیست؟ روح آن برنامه است که خداوند در درون انسان گذاشته شده است. روح برنامه است که در درون یک علف گذاشته شده است. در درون خون شیر، موش، گرگ، چنار، هر چیزی که زنده و هر چیزی می جنبنده هست روح داره، برنامه داره. آدی چیزهای مرده هم ما مرده حساب کنیم، سنگ روی چیزها اینا هم برنامه دارن. آسمان برنامه خودش داره. روحی جسمی، روحی دیگر خیلی. روحی که هست که مثلا انکشاف نمی‌یابد، روحی هست که چی بشه؟ انکشاف می‌یابد. به جان و جاندار برای همین میگن. نه؟ شما فهمیدید که اکو جان معناش چی بوده است؟ عربی روح میگن، تاجیکا چی میگن روح هم؟ جان میگن. برای همین نام مثال بعضی تون میگن گفت مثلا مرا بعضی میگن محمود جان یا که میگن دکتر جان. دکتر جان یعنی همون دکتری را برنامه کرده گیره، یعنی که جان به همین معناست آمده شده است. مردم شمال بسیارتر چی میگن؟ جان میگن کن مردم شمال. اکو تصور کنید که برنامه ریزی شدگیست. انا اکنون برنامه ریزی یعنی که خداوند برنامه ریخته است. در کجا برنامه را ریخته است؟ ما کجا ریخته است؟ مثلا ما خون میگیم که بفهمیم. در اصل نگاه کنید بود خیلی باشید. یک خود آدم 100 تریلیون حجره دارد. حجره را میدونید؟ کی در زیر میکروسکوپ الان خیلی چیزا را دیدگیه؟ کلیدکا ها؟ کی دیدگیه هم خیلی دارد؟ با درونشون خیلی دارد. کی دیدگیه هم خیلی؟ کی ایسین توی 6 هفتهش یاد داره که در زیر میکروسکوپ پوستی پیاز نگاه کرده. اول سویتی باید یاد داشته باشه. کسی خونده باشه. اول سویتی در حوضش نمیدونم میکروسکوپ رو نگاه میکردی پوستی پیاز میموندن بعد حجره ها را میدیدی. شده چی هم؟